خب فکر میکنم صدای من هست. همکاران اگر تایید کنن که صدای من هست میتونیم برنامه ویژه بازی امروز، بازی دو تیم خیبر خرم‌آباد و داماش گیلان رو شروع کنیم و بپردازیم به نکات و حواشی بازی. البته خب یه تأخیری طبیعتاً اونجا باید وجود داشته باشه تا صدای ما رو شما بشنوید. به نظر میاد که صدا هست الان، چیزی که من دارم میبینم. حالا کامنت های خیلی خوب. من علیرضا احمدی هستم و در کنارم پوریا بالازاده که بیشتر شما عکساش رو میبینید. در مورد بازی خیبر با داماش در خرم‌آباد و حواشیش قراره صحبت کنیم تو این چند دقیقه و بعدش هم توی یوتیوب پخش بازی رو با هم دنبال کنیم. این بازی حالا نکات فنی داره، حاشیه هم داره. حاشیه‌اش، حالا مهمترین حاشیه‌اش فکر می‌کنم این باشه که حتما شاید دیده باشید که توی اون جلسه پیش از بازی دیدیم که اون نام اسپانسری که از ابتدای فست بود دامون صنعت بود حذف شد. حالا احتمالاً به خاطر همون کلکل و درگیری که آره بین مالک و متقاضی مالکیت وجود داره. امیدواریم که به هر حال قضیه هر چه زودتر حل شد، داماش به هر حال به سرانجام برسه. در مورد خود بازی حالا سلامی داشته باشید، در مورد خود بازی صحبت کنیم با صدای بلندتر. من اول یه سلام بگم به دوستایی که دارن ما رو میبینن. امیدوارم حالشون خیلی خوب باشه و این بازی هم ما ببریم. در واقعیتش این حواشی‌ها مختلفه، مهمترینش همون اتفاقی که حالا دیروز افتاد و اون برمیگرده به سال 90 در واقع 99 که اون انتقال مالکیتی به کمک دوستان و فدراسیون اتفاق افتاد و شخص آقای حالا اسمم که نمیگیم دیگه حالا، ولی در کل امیدوارم این بازی رو هرچند خیلی سخت میتونه باشه تو خونه حریف هم هست حداقل یه نتیجه مناسب بگیریم. و حالا من واقعا دوست ندارم بیش از این مثلا به در واقع حاشیه هم بپردازیم که آقا دیگه چجوری بگم، حالا این به نظرم کار خیلی حرفه‌ای نبود. حالا آره به هر حال شما حالا تو دنیا اتفاق میفته، حتی مثلا برای مثلا همین برند بایننس مثلا برای اینتر و روم پارسال این اتفاق افتاد، یه فرجه‌ای دادن به این تیم. حالا بعد حالا نمیخوام مقایسه بکنم، مثلا معروف حالا مقایسه درستی مقایسه نیست واقعا. محل آره فارغ واقعا به قول آقای پیمان یوسفی، ولی خب این یکم میره تو بحث‌های همون حالا از انتقال این مالکیت. صحبت ها بگذریم. حالا یه نکته جالبی هم بهتون بگم. شما اگه پوریا رو بشناسید میدونید که سالهاست گیاهخواره و یک فروشگاه، حالا تبلیغش هم میتونی انجام بدی، فروشگاه وگان هم دارن بله در خیابان 8 بله. ارزم به خدمتشون باشه. صحبتی کردیم حالا با توجه به من اینکه تکذیب بازی میکنم، خارج از خونه است، نه قرار همچین شد چیزی نیست آره که. قرار شد که اگر داماش بازی امروز رو ببره، امروز پوریا بهمون کباب بده، خودش هم بخوره. آقا من کی این حرفو زدم؟ تکذیب میکنه، اینجا من شاهد داریم پشت صحنه. شاهدا آره قراره بعید من که نیستن ثبت بعد از برد داماش بریم سنگر و پوریا به آقا عنوان من از گیاهخوار همینجا بهمون نه من از همینجا تکذیب میکنم. آخرین روز تشریف گیاهخواریشه. بیارید من بهتون نان پنیری کاهو میدی بهمون. کاهو بهتون میدم، نونم بهتون نمیدم، کاهو و حالا الان فصل چیه، خوک بهتون میدم، بیه تشریف. آره در مورد حالا خود صحبت داستانی یکم که داریم. همیشگی آره آره داستان همیشگی ماست. الان خب وضعیتش بهتر شده. امیدواریم که این اینترنت ما رو زیاد اذیت نکنه. شما به غیر از صفحه یوتیوب ما میتونید بازی رو از شبکه استانی لرستان ببینید. این بازی رو بهش میگن آها همکاران آره اشاره کردم. ما یه پیش بینی هم خواستیم از هوش مصنوعی مثل بازی قبلی که بازی امروز بهت گفتم یا نه. نه من در جریانش گفتم که بازی امروز رو پیش بینی کن، گفتش که داماش 1-0 میبازه. بعد حالا با توجه به پیش بینی که قبلا کرده بود، امیدواریم که با همون نسبت نباشه. یعنی اگر با همون نسبت بازی قبل بخوایم پیش بریم فکر کنم 3-4 تا گل بخوریم.
امیدوارم اینطوری نشه. نه امیدوارم واقعا ما چون یه موفق بشیم. کلکلی هم به هر حال سر بحث مالی مثلا باشگاه هم زیاد بهش باشگاه دامن بهش نزده. دامن آره. نزده. خب به هر حال حالا نخواسته یا دوست نداشته حالا کار نداری. دوست داری ترکیبم که گذاشتیم میخونی؟ آره یه دور آره میخونی بی بذار من زحمت. ترکیبم بخونم. امروز دروازه ما پور محمد رو داریم، آقا جانی. بازی قابل قبولی هم از خودش نشون داد. آره بازی قبل واقعا آره. دوتا تک به تک خیلی خوبی. حالا ما وقتی اون پایینیم کمتر بعد می‌بینیم. حالا فیلمشو دیدی آره دیگه حتما فیلمشو توی دیدم، یوتیوب. خلاصش رو دیدم و واقعا دوتا تک به تک خیلی خوب گرفت. آقا جانی، بیژن، دلاور، جعفرزاده، طالبی، سعید طالبی، انبساطی، رستمی که کاپیتان هم هست امروز، پور محمد مهاجمونه، پور مهدی و خیری و زاهد توار. خیری هم که حداقل رسید دیگه، در میون این همه مصدوما خیری که کارت قرمز داشتم رسید به این بازی طبیعتا. ما الان 3 تا یه گل ما زدیم، یه گلمون رو خیری خیلی زده. زده. آره امیدواریم که تو این بازی هم پاش به گل باز بشه. امیدواریم. حالا یا هر کدوم دیگه از بچه‌ها، هر واقعا کی فقط واقعا فرقی ما نداره. ما می‌خوایم به کبابی که پوریا قراره بهمون بده برسیم. واقعا هیچ فرقی نمی‌کنه کدوم یکی از بازیکنان گل بزنن. یه جمع 5 6 نفره هستیم خلاصه. آره. ما رو تو خرج بنداز. آره. پوریا داشت میگفت اگه شانس من امروز داشت مثلا 6 تا گل میزنه. دوستانی که اینستاگرام هستید در جریان باشید، با توجه که بازی از جای دیگه هم قراره پخش بشه. ما امروز فقط بازی رو قراره که از یوتیوبمون پخش کنیم. الان به زودی این اینستاگرام رو هم قطع میکنیم. شما دیگه تشریف بیارید توی یوتیوب و بیننده و شنونده ادامه برنامه باشید. اینجا دیگه صحبت خاصی نداریم، میریم توی یوتیوب این صحبت رو ادامه میدیم. من یه تصویری میذارم، کاور بازی رو میذارم تا بریم یوتیوب و اونجا بازی رو بخوایم ادامه بدیم. از دوستانی که توی اینستاگرام هستن مجددا خواهش میکنم که تشریف بیارید توی یوتیوب و ادامه برنامه رو ببینید. همونجا هم با هم در کنار هم بازی رو به صورت لایف خواهیم دید و همونجا با هم صحبت هم میکنیم. اگرم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید که خیلی ممنون میشیم. بریم یوتیوب. خب برگشتیم با صفحه یوتیوب وارش اسپورت. امیدوارم که دوستان اینستاگرامی هم به ما ملحق شده باشن. آره 5 دقیقه مونده به شروع بازی. امیدوارم که اینترنت هم بازی خاصی در نیاره. تا اینجاش که کجدار و مریض پیش رفته. امیدوارم که در ادامه مشکل خاصی نداشته باشیم. نه الان فعلا اینترنت خوبه، ظاهرا تاثیری هم نداره. یعنی کلا قطع میشه، سرعت پایین نمیاد، از ریشه قطع میشه. خب یه دور دیگه ترکیب برای بچه‌ای که الان به ملحق شدن اگر بخونی ممنون میشم. پوریا میگم پوریا شما عکساشو بیشتر دیدین، گزارش تصویریایی که میگیره با لنز جدیدش. اصلا امروز من به دعوت خودم اومدم دیگه، کسی منو دعوت نکرد. تو خود صابخونه دعوت نمی‌کنی. اگه تو رو باید دعوت کنیم مگه؟ نه به عنوان یک کارشناس فوق آره. حرفه‌ای. آقا ما خلاصه ترکیبو ما بگم. فقط قبل از این ترکیب بگی، دوستان اشاره کردم ما اینجا تو وارش اسپورت علیرضا و علی و کچل همه اینا زیاد داریم. ما همه علی علی. کچلیم هممون اینجا. همه علی. بعضی هم نزدیکانشون هم اسمشون علی. خیلی خوب. و ترکیب با هم بریم. یه چیزی که با اشاره بکنیم، امروز ما 3 تا، حالا نمیدونم شاید تو بازی راحت‌تر بشه فهمید، ما 3 تا هافبک مرکز، 3 تا دفاع مرکزی استفاده شده امروز. سیامک فرانی، حالا نمیدونیم یکیشون قرار توی هافبک با ما کمک بکنه یا نه. همچنان پور بین کلمات دوستان پرسیدن پخش نمی شبکه لرستان بخش چرا پخش میکنه؟ مثل اینکه حالا ما اینجا یه عادتی داریم، هر هفته میایم دور هم میشینیم، میگیم، میخندیم، صحبت میکنیم در مورد بازی ها، حال میکنیم دور هم. اگر شما دوست داشته باشید میتونید از شبکه، اگر گیرندش رو دارید میتونید از شبکه لرستان هم بازی رو ببینید. ما سعی میکنیم هر هفته برای به وظیفه خودمون عمل کنیم و بازی رو پخش کنیم. میفرمایید. آره من یه ترکیبو بگم. امروز مثل بازی قبل دروازه‌بانمون پور محمد، آقا جانی، بیژن، دلاور، آزاد جعفرزاده، مثل 3 تا بازی قبل مجدد فیکسه. امیدوارم این بچه‌ها دیگه مصدوم نشن. دلیلش حالا احتمالاً همون
مشکلاتیه که تصویرم مثل این کم کم داره میاد. سریع اگه صحبت رو چیز کنیم. آره حالا خب من ترکیب رو سریع بگم تا بازی ترکیب شروع بگو. آره نشه. منم تصویر رو به دوستان نشون میدم. آزاد جعفرزاده، طالبی، انبساطی، رستمی که کاپیتانه، پورمهدی مهاجم نوک میمونه، خیری بعد یه بازی که محروم بود برگشته و زاهد توار با شماره 70 امروز به ما کمک میکنه. فرانی زاهد تبارم جز معدود بازیاییه که فیکسه. فیکت. آره دقیقاً. حالا همینجوری بچه‌هامون هم داریم میبینیم که وارد زمین شدن، حلقه‌شون رو تشکیل دادن. امیدواریم که به هر حال هر چی اتفاق خوبه برای بچهای ما رقم بخوره تو این بازی. صحبت کنه حالا تو هنوز گزارشگر آره خاصی داره نمیگه. واقعیتش اینه که امیدوارم امروز حداقل نتیجه رو بگیریم، چون همینجوری این چند روز حاشیه ها هست. حتی این 11 نفری من که که امیدوارم حد اکثر نتیجه رو بگیریم. البته واقعا اون که ایدئال ترینه واقعیتش، آره که یکم کمکمون کنه از اون حاشیه‌ها از اون دورتر ته بشیم، فاصله بگیریم. یکم حرف حتی جد چند آره. روز در واقع فاصله میگیریم و در آخر هم امیدوارم به زودی مالکیت مشخص بشه و یه راه خب خوب در پیش داشته من باشیم. تصویر خودمون یه لحظه بیارم فقط. با شما فعلا خداحافظی میکنیم و با هم بازی رو تماشا میکنیم. اگر امید بینش هم لازم موفقیت. شد آره من حتما و شنوندگان صحبت عزیز خواهیم کرد. رادیو لرستان، بینندگان گرامی شبکه لرستان که صدا و تصویر رو در واقع دارین، هم از بینندمون هم شنوندگان عزیزی که از طریق رادیو لرستان شنونده گزارش فوتبال تیم‌های خیبر خرم‌آباد و داماش گیلان هستیم. هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور، ورزشگاه تختی شهر خرم‌آباد و تا لحظات دیگه جدال دو تیم خوب لیگ یک، تیم‌های خیبر و داماش گیلان که از این لحظه هم آغاز میشه رو در خدمت شما عزیزان هستیم. بازی که با قضاوت میثم حیدری در واقع برگزار خواهد شد. موقع بر تیم خیبر همین ابتدا میره که به وجود بیاد پشت محوطه جریمه و برگشت تو توسط بازیکن داماش گیلان. عرض می‌کردم میثم حیدری قضاوت این دیدار رو بر عهده داره. حمید نادری و محسن محمدی کمکی اول و دوم هستند. داور چهارم هم رسول اولیایی است. اما در ترکیب دو تا تیم امروز این بازیکنان به میدان رفتن. برای تیم مهمان، تیم داماش گیلان، مسعود پور محمد دروازه‌بان هست، مصطفی آقاجانی، مجتبی بیژن، سعید دلاور، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، محسن انبساطی، محمد رستمی، رضا پورمهدی، حسین خیری و رضا زاهد تبار دیگر بازیکنان تیم داماش گیلان رو تشکیل میدن. و سوی دیگه برای تیم خیبر خرم‌آباد شاگردان فراز کمالوند امروز کوروش ملکی دروازه‌بان هست، حسن مرادیفر، مهدی کیانی، حمیدرضا طاهرخانی، علیرضا دقاقله، حسین شهابی، مهرداد قنبری، حسین ابرقویی، سجاد دانایی، حسین نخودکار و امیر حسین عسکری دیگر بازیکن تیم خیبر رو تشکیل میدن. سرمربی تیم خیبر اصلا میکنم اشاره کردم فراز کمالوند که باید اشاره میکردم رضا مهاجری سرمربی تیم خیبر هست. سمت راست فرصت برای خیبر میره که به وجود بیاد، فرصت برای این تیم. ارسالش که خوب نبود. امیر حسین عسکری مدافع پیشتاخته خیبر خوب پیش رفت اما ارسالش خوب نبود. عرض می‌کردم شاگردان رضا مهاجری در تیم خیبر خرم‌آباد مقابل شاگردان سیامک فراهانی در تیم داماش گیلان قرار گرفتن. بازیکن خیبر با لباسای سفید و سبز از سمت چپ به راست در نیمه اول بازی خواهند کرد مقابل یک دست آبی پوشان داماش گیلان. یک خورده بدسلیقگی محض هم در لباس تیم داماش به چشم میخوره، اونم به خاطر شماره های پیراهن تیم داماش هست. نمیدونم حالا چجوری داورا هم خیلی ورود نکردن، به سختی میشه شماره پیراهن رو اصلا نمیشه دید شماره پیراهن بازیکن تیم داماش رو. به رنگ مشکی هست و خیلی ناخوانا برای ما که گزارشگر هستیم. قطعا برای خود داورم شاید جایی به مشکل بخوره داور، اما خب ای کاش رعایت میشد این نکته که میتونست خیلی راحت با رنگ سفید شماره پیراهن بازیکن داماش مشخص باشه.
پرتاب برای تیم آبی پوش میدان، تیم داماش گیلان به دست اومده و سمت راست سعید دلاور پرتاب رو انجام داد برای تیم داماش داخل میانه میدان. حالا خیبریان صاحب تو بستن. خب یه بازیکن از داماش روی زمین افتاد، ظاهرا محسن انبساطی است که یه لحظه اونجا احساس مصدومیت میکنه و داورم اونجا نزدیک به صحنه است. بازیکنان میان و مشکل خاصی هم اشاره که نداره بازیکن تیم داماش و میتونه به بازی برگرده و کار رو دنبال بکنه. داورم اونجا هست، به صحنه نزدیک، صحبت هم میکنه و انبساطی که مشکلی نداره و میتونه کار رو دنبال بکنه. سر خطا برای تیم داماش کوتاه کار میکنن، به سمت چپ میارن. میانه میدان همچنان بازیکن آبی پوش میدان رو به عقب میارن، قلب خط دفاعی داماش گیلان، سمت راست خط دفاعی و پرس شدید بازیکن خیبر رو شاهد هستیم که جواب هم میده حسن مرادی. اونجا یه لحظه داور خاص خطا رو بگیره، تو دفتر بازیکن خیبر بود، بازی رو متوقف نکرد. همچنان بازیکن داماش حالیم بر توپ گرفتن و پرتاب برای تیم داماش هست. تماشاگران همچنان دارن میان به ورزشگاه تختی شهر خرم‌آباد. هفته چهارم رقابت لیگ دسته یک باشگاه کشور. خیبر در 3 هفته نخستش 2 بازی خارج از خانه رو برده و تک بازی داخل خانه رو عذرخواهی می‌کنم 2 بازی خارج از خانه رو باخته و تنها بردش در بازی خانگی این تیم رقم خورده و حالا در هفته چهارم باز هم در خانه باید ببینیم که میتونه برنده از زمین مسابقه خارج بشه که از زیر فشارها هم در بیاد، هم تیم خیبر و هم رضا مهاجری یا خیر. بازی طبیعتا سختی خواهد بود برای هر دو تا تیم. خیبری که 3 امتیاز رو میخواد و داماشی که نمیخواد بازنده بشه، فقط 1 امتیاز دارن داماشی ها در 3 بازی گذشته خودشون. مهدی کیانی با تجربه برای تیم خیبر، حالا رو به عقب اشتباه محسن مرادی و اگر خطا باشه که نیست، خودشو پرتاب کرد، داور نگرفت. چه قدم دارن اعتراض میکنن بازیکن داماش، داور نگرفته صحنه رو، چرا اینقدر دارن اعتراض میکنن؟ توپ رد شد و بازیکنی که روی زمین افتاد، حالا حتما در صحنه یاسه خواهیم دید. اگر داور اینقدر اعتراض ببینه و کارت زرد نشون نده باید تعجب بکنیم، باید اونجا قضیه جمع بشه دیگه. این همه اعتراض طبیعتا نمیتونه روی نظر داور تأثیری داشته باشه. اعتقاد داور اینه که پنالتی نبوده، حالا حتما در حرکت آهسته خورد یا نخورد، فکر کنم خودشو پرت کرد. یعنی چیزی که ما داریم میبینیم سمت راستش و پای راستش، ببینید برخورد اینه قبل از اینکه اصلا پای چپ بیاد برخورد بکنه خودش انداخته بود بازیکن داماش. ببینیم اینجا این صحنه و برخوردی که سخت انصافا نظر دادن در موردش، اما هرچه هست داور خطا نگرفته و کار باید دنبال بشه. داورم اشاره میکنه که کار باید دنبال بشه، کوتاه کار میکنن بازیکن خیبر بلافاصله بازی رو سمت چپ. داماشیا حالا باید برگردن، هنوز فرصت دارن بازیکن خیبر. مهداد قنبری ارسال داخل محوطه جریمه، موقعیت و گل. حالا گل برای خیبر زده شد. یه غافلگیری و بازم اعتراض داماشی ها، دارن درگیر میشن به نوعی با داور مسابقه. چه خبره اونجا؟ نباید این اتفاقات رو ببینیم. چه خبره توی زمین؟ همه کادر فنی و بازیکنان و ذخیره و همه اومدن و یه جورایی دارن داور میزنن. حتی این برخوردها اصلا درست نیست و داوری که همچنان دست به جیب نشده به خاطر این همه اتفاقی که داره میفته و طبیعیه که اعتراض هم ادامه داشته باشه. اینجا که باید داور با جسارت بیشتری انصافا ورود بکنه. من کاری به صحنه ندارم، ولی این اتفاقات، این نحوه اعتراض باید مدیریت بشه توسط داور. همچنان فشارها هست، ناظر داوری هم اونجا میاد و داوری که فکر کنم دیگه کم کم میخواد دست به جیب بشه یا خیر، داره به بیرون زمین میاد.
فرصت هم داریم یه بار صحنه گل خیبر رو دوستان به تصویر بکشن ببینیم. هیچ ایرادی نداشت خود گل، هیچ ایرادی نداشت. اینکه بازیکن یه تیم بدون دلیل کنار زمین باشن و اعتراض بکنن دلیل نمیشه که داور مسابقه هم بخواد زمین رو در واقع بازی رو متوقف کنه. داور اشاره کرد که کار دنبال بشه. باید داماشی‌ها سریع برمیگشتن و آرایش دفاعی خودشون رو میگرفتن، اما اینقدر موندن کنار زمین. کنار اینم صحنه گلی که اینجا به ثمر رسید. گل اولی که برای خیبر به دست اومد و خیبر حالا 1-0 پیش افتاده و داوری که فکر کنم زمین مسابقه رو حداقل موقت ترک کرده. حالا ببینیم که چی میشه در ادامه. ببینیم اینجا این حرکتی که قنبری انجام داد، این ارسال، این حرکت و این ضربه سری که توپ رو توی دروازه قرار میده بدون هیچ خطایی و هیچ اتفاق خاصی. اعتراض داماشی‌ها به خاطر اینه که اونا کنار زمین داشتن اعتراض میکردن که بازی شروع شد و حسین شهابی تونست دروازه داماش رو باز بکنه و شادی تماشاگران حاضر در ورزشگاه تختی شهر خرم‌آباد. همین ابتدا بازی داره جنجالی آغاز میشه. دو تا تیم ریشه‌دار فوتبال کشورمون و داوری که نیستش کلا کنار زمین و داخل زمین. من نمیبینم آقای میثم حیدری رو. من نمیدونم، شاید رفته یه ویدیو چکی واسه خودش بکنه یا ما وی ای آر که نداریم توی حتی لیگ برترمون چه برسه به لیگ 1. ولی فعلا چیزی که مشخصه داور ما نیستش الان و بازی متوقفه. اینکه چه موضوعی الان داره رسیدگی میشه ما هم نمیدونیم، ولی فعلا 10 دقیقه زمان گذشته با این حال و 1-0 خیبری ها روی یک ضد حمله و یک حرکت غافلگیر کننده جلو افتاده از تیم داماش گیلان. گلی که حسین شهابی به ثمر رسونده. اونجا هم ناظر داوری کاملا داره صحبت میکنه با کادر فنی و بازیکن تیم داماش. هم حمید اسدی اونجا هست و هم مهدی الوندی، هم ناظر بازی و هم ناظر پیدا بشه که کجا هست الان و چه اتفاقی قراره که در ادامه بیفته. تا بازی خواست جا بیفته کار متوقف شد. اما هرچی هست خیبر عرض کردم فعلا 1-0 پیش افتاده. بازی که هفته 4 رقابتی لیگ دسته 1 باشگاه کشور در ورزشگاه تختی شهر خرم‌آباد برگزار میشه و قطعا ادامه هم خواهد یافت و منتظریم تا ببینیم داور کی به زمین مسابقه برمیگرده و چه اتفاقی در این مسابقه خواهد افتاد برای دو تا تیم خیبر و داماش. اشاره بکنم که در بازیایی که امروز داره برگزار میشه آریای اسلامشهر 1-0 از چادرملوی اردکان پیش افتاده. دریای بابل در خونه خودش یه گل خورده از نفت خب صحنه تلویزیون لرستان رو مشاهده میکنید که بازی رو قطع کردن، حالا به خاطر احتمالاً اتفاقاتی که اتفاق افتاده. پوریا بالازاده هم کماکان من داشتم اینجا فکر هست. میکردم پنالتی نبود. آره حالا ما توی پنالتی که بود اونا نگرفتن. آره نه میگم پنالتی نگرفتن. آره داشتم با دقت بیشتر ویدیوش هم ما برای رسانه‌های مختلف فرستادیم. امیدوارم که به داور بازی هم نشون داده بشه. من نمیدونم چجوری نمیتونم. البته نفوذ خیبر بر کسی پوشیده نیست و وجود آقای بهاروند بله دیگه همون شرایطی که امتیاز رو گرفتن، همینجور پنالتی که گرفتن امتیاز که براش کاری گرفتن، نداره. اصلا نمیدونم شاید خیلی ها ندونم، من دارم با ریسک خیلی بالا اینو میگم.
آقای باروند چندین بار این کلمه ای که ما دوست نداریم داماش باشه به کار برده. شاید بله خیلی از بله هوادارا ندونن این کلمه رو. و اسپانسر مالی اصلی فدراسیون فوتبال مالک خیبره و این اتفاقات اصلا طبیعیه. واقعا میبینید که الان متاسفانه تصویرم قطع کردن اونجا معلومه که دارن چیکار قطع میکنن کردن به دیگه. قول معروف همه چی رو در دست دارن. حالا تو گیلان ما باشه عکاسا رو از بیرون میکنن، فیلمبردارا رو بیرون میکنن، اونجا کاملا به سود تیم همه داره جا عمل من نگاه میکنه. کنم الان چند تا استان رفتم دیگه، همه جا اصلا برعکس گیلان. بله بله. حالا جالب اینه که استانای دیگه نه تنها خودشون رو عزت و احترام میکنن، اون هوادارا و رسانه تیم حریف هم عزت و احترام دقیقاً میکنن. اینجا حالا اینجا همه چی برعکس متاسفم. حالا اینجا که دقیقا همه آقا چیز اصلا برعکسه. این فوتبال مثلا شاید تو خود بازی قبل بودی، علی رهبر هم بود. آقا کاورای امسال عکاسا آبی رنگه، میخوام بله. این خیلی آبی روشن. متفاوت بودن سازمان لیگ رو میخوام بگم بهتون. خب حداقل میشه گفت 50% تیم‌های لیگ‌های ایرانی لباسشون یا آبی یا قرمزه. وسط مسابقه قبلی داماش ناظر بازی میگه عکاسا کاور رو در بیارن با تیم چی. آقا تو خود مگه این کاورا رو ندادی؟ برادر من. تو خودت مرجعی هستی که کاور رو دقیقا داده. میخوام این مثال براتون زدم که ببینید چقدر چیز کارایی که یه به میکنن صورت رندوم هم حساب کنیم دیگه، مثلا تو هر بازی آبی قرمز هست من دیگه الان معمولا نگاه دیگه. کنم آره الان تو نزدیک 8 9 سال تا 10 ساله یا کاور سبز بودن، زرد نارنجی بودن. نارنجی بودن، آره زرد بودن، اصلا صورتی بود احتمالاً به پارسال. خاطر اسپانسر کاور دیگه اسنووا مثلا خواستن که حالا من احتمالاً نمیدونم واقعا. حالا این میگم اینو مثال زدیم که ببینید اینا چقدر بی برنامه. بی برنامه نکته رو کار خدمت بلد یه نیستن نکته رو اصلا. خدمت عزیزانی که دارن این لایو رو میبینن عرض کنم که این تصویری که شبکه لرستان داره پخش میکنه و حالا به صورت آمدانه یا غیر آمدانه ما نیستیم اونجا، تصویر رو قطع کردن، فعلا قطع کردن و تصویر بازی رو نداریم تا داورم بازی رو در واقع ترک کرده دیگه، رفته آره. ترک زمین کرده. اگه واقعا اینجوری هم به نظرم بازی خیلی همین الان تموم شه خیلی بهتره، خیلی واقعا بهتر. حداقل شرافتمندانه بازی رو به پایان میرسونیم. امیدوارم یه دونه پنالتی که نگرفتید تو دقیقه 8، یه دونه اخراجی رو نگرفتید. اصلا پنالتی اخراج 100% آره بود واقعا. یعنی پنالتی اخراج به نظر من خیلی واضح بود. من حالا بذار ببینم یعنی همینجا تک به میتونم تک پخش تک کنم، من سعی میکنم اینجا ببینم اگر بتونم پخش کنم خیلی خوب میشه این صحنه رو هوادارا رو ببینن. آها خیلی هم خوب اینجا الان هست. تو به صحبت ادامه بدید من اینو میارم. آره دیگه. خب خیبر با این هزینه‌های وحشتناکی که کرده دید حتی به مس کرمان گیر دادن. من نمیخوام با اطمینان 100% بگم مهدی کیانی تو لیگ برترش 15 میلیارد میگیره و بله دسته یک کمتر از 15 میلیارد میگیره. سقف قرارداد توی ببینم دسته یک صحنه ما که کار 75 حالا متوقف بذار میلیون. شد. تصویر رو من یه ذره بزرگ کنم. اما هرچی از خیبر عرض کردم فعلا صحنه 1-0 پنالتی حالا پیش روش میتونیم صحبت افتاده. کنیم. بازی که واقعا هفته در واقع دیگه همه چی چهارم واضح رقابتی و لیگ دسته مشخصه یک دیگه، باشگاه نمیذارم کشور دیگه در ورزشگاه پنالتی تختی شهر در خرم‌آباد بدترین حالت برگزار بودیم میشه آقا و که قطعا سمت ادامه هم خارج از خواهد یافت و دروازه بده منتظریم زرد تا بگیره ببینیم داور. داور پنالتی کی بودش به دیگه پنالتی که این زمین اصلا دیگه. صد مسابقه آره بعد. درصده. یه دور دیگه هم ببینیم. اه، بتونیم بیایم ترانزیشن کنیم داشتم روش. میگفتم در آره مورد اون هزینه ها مثل کرمان که خیلی واضح بود هزینه کرده گیر دادم، ولی اصلا کاری به خیبر نداشتن تو این. از خیلی واقعا عجیبه این کاری. خب آقا بیا دیگه، بیا لیگ برتر دیگه، کلکو بکن. آره چه اصراریه توی دست یک همه تیما رو بخوای فنای این تیم بکنی. یه دور دیگه پنالتی رو ببینیم. آره حتما. چیزی این که اون صحنه‌ایه که حالا باز خدا پدر خودشون و هم مادرشون پخش رو بیامرزه که کردن. آره پخش کردن من حداقل. فکر الان کنم فعلا که تصویر رو قطع واحد کردن. توارم بود دیگه فرار کرد. آره آره دیگه از این واضح‌تر من نمیدونم چطوری میتونه باشه. و اونورم که هنوز کماکان دارن صحنه‌های ورزشی پخش میکنن. خب دیگه خودشون رو فهمیدن چه گندی زدن دیگه. فکر کنم قشنگ مهر این حالا صحنه گلشون هم حالا ببینیم حالا که فرصت هست.
صحنه فکرم اعتراض داماشه به خاطر این بود که به خاطر- بازیکن هنوز شکل بازی رو نگرفته بودن، داور سود زد و بازی آره. شروع کرد و گزارشگرشون هم خیلی اصرار داشت که دبه کنه. این گزارشگرای باز اینجا فقط گیلانه که برعکس دیگه. واقعا گیران آره. برعکسه. این توی حداقل من در چارچوب فوتبال چون تا چند ساله که هستم این غریب پرست بودن تو گیلان خیلی اینم که شماره دوباره یکه. صحنه پنالتیه. انقدر واضحه هر آره، اصلا صحنه دیگه آیسته ای که پخش میکنی به نظر یاردی با پنالتی بگیر. ناظرم یادم که با داورش صحبت می‌کرد، احتمالاً یه همچین قضیه دیگه به هر حال یه از این واضح‌تر چطوری میشه این صحنه رو نمایش داد من واقعا نمیدونم. و تصویرم هنوز نیومده، به محض اینکه تصویر بیاد ما حتما براتون پخش خواهیم کرد. یه داری ترکیب بخون دیگه، حالا که اینجوریه. آقای من ترکیبم مجدد بخونم برای شما. و از عزیزان همکارم خواهش میکنم که این صحنه پنالتی یا صحنه اصلی رو اگر منتشر نشده منتشرم بکنن که من یه بار دیگه منتشرم شده، آره، تو کانالمون تو هست. کانالمون هم هست، میتونید با دقت بیشتر هم ببینید بله. که چقدر واضح بود واقعا. ترکیب اگه بخونی آره. آره. چون فعلا که کاری نداریم اونورم هیچی در حال پخش نیست. پور محمد تو دروازه قرار داره به همراه آقاجانی، بیژن، دلاور، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، آرمین انبساطی، رستمی، پور مهدی و خیری و زاید تبار که خیری برگشته مجدد و امیدوارم بازی حالا فعلا که یکی عقبیم به کمک داور حالا ببین اصلا ادامه پیدا میکنه دقیقه چیزی که الان دارن پخش نظرم میکنن. الانم کاری که میتونه اون بچه‌ای که اونجا هستن این باید ویدیو رو در اختیار داور و تیم ناظر قرار بدن که حداقل بشه یه فشار خیلی طبیعی از حقمون در واقع دفاع بکنیم. و باز برمیگردیم به صحبت وی آر که حالا تو لیگ برترش هم ما نداریم، بازی آسیاییش هم نداشتیم، اجاره کردیم و همون صحبتی که جواد خیابانی کرد و ما تو صفحه منتشر کردیم دیگه. انگار واقعا دست‌هایی وجود داره تو فوتبال ایران، انگار میخوان آره انگار نتایج رو مدیریت کنن. صدای محیط رو اگه خورده دوستان کم کنن من ممنون میشم که یه وقت اذیت نشه. کامنت های دوستان رو بخونیم. آره گزارشگرم که واقعا خسته نباشه. آره کامنت های اعتراضی هواداران که توی یوتیوب داریم میبینیم. بازی فعلا در حال پخش نیست، حالا اگر مایل بودید از دوستاتون میتونید دعوت کنید بیان همینجا دوره هم به هر حال حداقل دق دلیمون رو خالی کنیم. درست میخندیم ولی خنده درد آره واقعا نگاه کن انقدر مرگ خنده است. دوران تو این چند روز پر از حواشی، پر از در واقع مشکلات مختلفی بوده این داماش که واقعیتش دوستان حالا مثل اینکه همکاران اشاره میکنن که داور همچنان آره داورم بیرون هنوز داخل زمین نشد. احتمال رفته میدونی که داورم میرن داخل اتاقشون چای میخورن. این قانون خیلی از من دیدم دیگه. قانون خیلی از داوری که واقعا دقیقه 7 بازی چنین اشتباه فاحشی بخواد بکنه من نمیدونم. حالا داور ندیده کمکش چیکار داره میکنه؟ آخه اینا خیلی عجیبه. اشتباه خودش احتمالاً فهمیده اشتباه کرده دیگه مونده چیکار کنه؟ با این همه فوتبال دیدیم با این اعتراضات مگه بازی رو قطع نکردن که نه میدونی بس سر چیه بازی از دستش در رفته انگار دیگه نمیدونه چیکار کنه. دقیقاً با این کار داره میره به قول خود همون داره چایی میخوره آره یه ذره فکر کنه حالا چیکار کنم. خب میخواد چیکار کنه؟ واسه هیچ کنه بکن دیگه مثلا. فوش سیج میشه دیگه به نظرم. مصدومی هم نمیدیم واقعا. جدی میگم واقعا این مسئولیت هم به خاطر احتمالاً این فشارهایی که به بازیکن‌ها میاد چون اون فصل بدنسازی خوبی هم نداشتن. آره احتمالاً این فشارها باعث میشه که یه کسی هم پیدا نمیشه حقمون رو. آره واقعا هم کسی پیدا نمیشه تیم رو حقمون رو بگیره. وضعیتیه که داریم دیگه. یعنی حالا یکی دوستان هم اشاره کرد نسبت به تیم شهرداری آستاره واقعا حال این دوتا تیم گیلانی وخیمه مثل استانمون خوب خب نیست. یه چیز جالبم نشون بدم ور دیگه دارن
مراسم دست میزنن و نمیدونم. باز خوبه، حالا اخبار پخش نکردم مثل اون بازی فجر شبکه‌های استانی الان اینطوریه دیگه پوریا. عتیقم بود. ببین اینطوریه که مثلا بعد شبکه مثلا باران میره مثلا شبکه برتر میشه یه همچین حالتیه. مثل هیئت فوتبال برتر. اه، ببین چند تا کامنت بخونیم تو اینستاگرام دیگه، صحبتی فعلا نداریم، بازی هم هنوز در حال پخش نیست. من واقعا نمیدونم چه صحبتی میشه کرد. کامنت ها رو بریم بخونیم. آقا واقعا خیلی دوستان اشاره کردن نسبت به گزارشگر. آدم چقدر میتونه آدم متفاوتی باشه نسبت به دیگران که اینقدر دروغ واضح بگه. میگه تمارض کرد. من البته واقعا همچین چیزی دیگه، یا با پنالتی میگرفت یا با تمارض آره میگرفت. دیگه وقتی هیچ اینقدر کاری پنالتی نمیکنی. بدیهی رو نگرفته دیگه. داورم روش نشد تمارض بگیره واقعا. حاجی من این آره چرا کارت ندادی؟ همون اگر تمارض بود چرا به بازیکن ما کارت ندادی؟ یکی از هواداران نوشته، مهداد پوررضا نوشته که بازی نکنید بره. منطقیه به نظرم. اینترنت آقا این خیلی ضعیف صحنه شده. دیگه ما قبلا میگفتیم آه 1000%. الان میتونیم دیگه بگیم بالای 1000%. این صحنه رو هم من پخش کنم خیلی برای عجیب پنالتیه واقعا، اصلا من نمیفهمم. هم آقا من یه مشکل که آقا تو در واقع ویدیو چک نداری، حداقل اون داور پشت دروازه رو بذاری. اینم اون صحنه‌ای که الان تازه رسید. دیگه خیلی واضح پنالتی. من نمیدونم دیگه با اونجا 1% شک داشتیم این دیگه قشنگ زد پای دیگه ما. از همه زاویه هم که داریم دیگه امیدوارم واقعا. تاتوار مصدوم نشده باشه چون واقعا بد. آخه این چه صحنه ای؟ من ببینم سرعتش رو میتونم کم کنم، با سرعت کمتر هم ببینیم. هر جوری نگاه میکنیم پنالتی ها خیلی لعنتی. آخه من آقا نمیدونم. تو صحنه اول یا جایگیری داور بسیار فاجعه، هم اینم باز با سرعت نگاه خیلی پنالتی. پا رو زد دیگه خیلی پنالتی. از این واضح‌تر من نمیدونم دیگه. یه چیزی که میشه بهش اشاره کرد، این داور واقعا دوستانی که توی یوتیوب دارید برنامه رو میبینید واقعا، حالا نمیخوام یک طرف حرف، اگر واقعا فکر می پنالتی نبود بگید، من کامنت های شما رو دارم میخونم. آرمین بخشی میگه انتخابات باز فقط الماس خلاص، نه همیشه کاندیدای دیگه هم بودن ولی به هر حال دیگه. بله 100% پنالتی بوده دوستان میگن. حالا من کامنت ها رو داشتم میخوندم، کامنت های اینستاگرام هم بخونیم. حالا به داور حرف زدن، میگه راست میگه تیمو چرا نکشیدی، داور چرا قهر کرد، برعکس چرا عمل می‌کنه؟ دقیقا ما باید تیمو میکشیدیم بیرون. رضا گفته راست میگه. هوادارش میگه داشتن نزنید مشکوک به پنالتی، میگه نزنید مشکوک به پنالتی. 100% 100% پنالتی بوده. کاملا دارن درست میگم. من دارم اون صحنه پنالتی رو میبینم. اگه دوستانم مجدد ببینن یا علیرضا اگه براش ممکنه آره من پخش بکنه، داور حداقل 50 متر با صحنه فاصله داره. خب این داوری بعد، ولی خب قف- کمک که هست که کمک که نزدیکه که دیگه کمک باید. کمک هم واقعا میتونست در واقع همونجور که از اسمش معلومه کمکش چه بکنه. کمکیه آخه این؟ داور خیلی فاصله داره، یعنی حتی تو کادر دوربین هم نیست این داور. اینم حالا تا مثلا این بهونه میتونه استفاده کنه میگه ندیدم دیگه برای. نگاه کنید داور کجا هستن، وسط آره زمینه. آره. و وقتی این میره دنبال توپ، یعنی کمک کجاست؟ تازه کمکش هم کمک نیست. هم احتمال همون وسط زمین، اینا وسط زمین گیری کردن. یعنی نه از خب اون وقتی یه بازیایی که تیم واقعا اینقدر مشکلات داره خیلی مهمه که یکم حالا همه این مشکلات که جای خود دیگه، بحث مشکلات داوری. مالکیتی هم که الان دیگه اضافه شده. یه تشکری هم جا داره همینجا بکنم. ما توی کامیونیتی یوتیوبمون لینک حمایت های مردمی گذاشته بله. بودیم. تو حالا حمایت که آنچنان نبود، از لینک هامی باش هم گذاشتیم، ولی باز تشکر از آقای رضا خسروی عزیز که کمک خوب بهمون کرد.
دستشون آقا درد رضا نکنه، خسروی همیشه به وارش اسپورت واقعا لطف دارن. محبت داشته. ما برنامه ریزی کردیم که واقعا اگر کمک ها به حد نصابی رسید بتونیم در اولین کاری که میکنیم یک پای دوربین بگیریم. حالا این نکته رو هم عرض کنم که اون میکروفونمون که حالا به سرقت رفت یا گم شد یا هر چی توی هیئت فوتبال توی برنامه‌های وارشتاک دیدید حتما. یه میکروفون دیگه فعلا خریدیم. میکروفون خریدیم که کار این متاسفانه هزینه‌های تولید محتوا خیلی زیاده. رقابتی هم شده دیگه الان. آره دیگه به هر حال بیننده ها میبینن، انتظار دارن، ما هم باید به هر حال انتظارات رو سعی کنیم برآورده کنیم. یا البته جای گفتن واقعا نیست، ما خودمون داریم تلاش میکنیم که بهترین کیفیت رو ارائه بدیم. دوستان میفرمایند که پیج اینستاگرام داور رو بدید. پیج اینستاگرام نمیدونیم ولی خب اسمشون توی پیج باشگاه هست، میتونید پیدا کنید خودتون. ما درگیر این بازی نمیشیم معمولا ولی اسمشون به هر حال مشخص. راست میگه دیگه، عرفان میگه که از مریخ هم صحنه رو ببینی پنالتی اتفاقا جای داور 5 متر فاصله داشته از ولی باز به هر شکل باید میشد. من چون صحبت خاصی ندارم واقعا. خب بله دیگه الان اونجا دفاع مقدس هم دارن پخش میکنن دیگه، همه چی دارن پخش میکنن دیگه فرصتی که دارن، برنامه ندارن، هر چیزی که دستشون میرسن پخش میکنن. یه دور این صحنه پنالتی رو از دوربین صدا و سیما ببینیم، بعد بریم دوربین پشت دروازه. این دوربین صدا و سیما که کاملا مشخصه. چطوری دیگه باید میزد؟ من نمیدونم چی کار میکرد، پنالتی بود دیگه من نمیدونم. دروازه‌بانم در واقع دور بود از توپ. آره. یعنی تنها راه حلش این بود که بعد اینم که حالت بعدیشه. باز من نمیدونم مثلا قشنگ اومد پا رو بزنه، قشنگ این از بعد دیگه گفت حالا پا رو میزنم حداقل مثلا. البته بگم دروازه‌بانش هم کوروش ملکی سابقه بازی توی رشت رو داره، توی لیگ برتر. کجا؟ تو سپیدرود. سپیدرود بازی می‌کرد. اوایل فصل اومده بود شمس آذر که مثل اینکه حالا بازی‌ها لیگ یک نمیدونم شرایطش چجوری، ولی معمولا اگر یک رو بازی‌ها وقفه توشون بیفته معمولا برگزار نمیشه. حالا لیگ یک ولی خب لیگ یک متفاوت دیگه. مثلا دیروز اون داستان عجیب غریب و پیش اومده بود واسه تیم. آره یکی از دوستانم اشاره کرده که حالا با همین لن واقعا تیم بی صاحب باشه همین میشه. جنگ و جدل مالکیتی باعث شده راحت سر تیم رو ببرن، تیم بزرگتر نداره. صحبت کاملا درستیه. کاملا اشاره خیلی درستیه. صحبت درستیه. حالا امیدوارم به هر حال میگم همیشه نتیجه رو ببین یه چیزی که مشخص و بدیهیه مخصوصا سر چنین بازی، نتیجه رو که نمیشه تغییر داد، ولی حداقل خوبه که اون داور واقعا به اشد مجازات ممکنه که براش در نظر میگیرن برسه دیگه واقعا. یه چیزی هم هست خیلی وقت بکن الان من یه اشاره بکنم. آره حتما. یه برنامه خیلی خوب داره، حالا نمیخوایم مقایسه بکنیم. تو سریا بعد هر هفته کارشناس نکته هم بگم، حالا شما احتمالاً بهتر از من میدونید، پوریا مثال از سری آ میزنه به خاطر دلیل علاقه شخصی خودشه که معمولا بازی اونجا رو دنبال آره من خب سری آ رو دنبال میکنم. یه کاری کرده اتفاقا سایت های ایرانی سایت طرفداری هم پوششش میده هر هفته، که رئیس کمیته داوران خود سازمان لیگ ایتالیا رو میاره و خود اون در واقع رئیس اون سازمان بازی‌ها رو میبینه. و اینجا دو تا مسئله هست دیگه، اولا که زیر بار نمیرن احتمالاً، اصلا نگاه بکن. دو اینکه کدوم برنامه حالا 90 بود تا حدی چالشی بود، اصلا نمیخوام بگم میگم مستقیما خودشون میارن و اینجا اصلا کسی زیر بار نمیره. ما اشتباه داوری شد دیگه که چی مثلا خب هوادارا خیلی هاشون اون بالا خیلی از در واقع مشکلات مثلا من میبینم واقعا به صورت دیکتاتوری توی فوتبال. تیم اون پاکی که فوتبال اون پاک باشه. البته برنامه 90 نبود، برنامه ورزشی میشیم. واقعا که بازی رو نمیتونیم پخش کنیم به این دلیل که از جای در حال پخش نیست. بازی متوقفه. حالا چه اصراری هم داره بازی متوقفه، اوکی چرا لایو رو قطع می‌کنید، چرا بخش زنده رو قطع می‌کنید؟ یعنی تماما میخوان همین چیز مثلا سیکرت بمونه، مخفی بمونه. خب حالا مثلا
بازی برگزار نمیشه که حواشیش رو که میتونید پخش کنید، اتفاقات زمین رو که میتونید پخش کنید، همین کارم نمیکنن. آره حالا همکاران توی وارش اسپورت منتشر کرده، میگه آقای داور دیگه چی رو میخوای بگیری؟ حق استان رو داری میخوری، تا کی قراره ادامه داشته باشه این صحنه؟ استوریه که سجاد قلیبیگی بازیکنی که هفته پیش مصدوم شد منتشر کرده و لیگ یک و لیگ آزادگان و دی اسپورت رو منشن کرده توی صفحش توی استوریش. صدای همه داره در میاد دیگه، واقعا اصلا وقتی چیزی چیزی که که واضحه واضح و مشخصه دیگه این حرفا رو میگم. این ببخشید از این لفظ و این کلمه دارم استفاده میکنم، واقعا همه جوره کثافت فوتبال ما رو گرفته. یعنی کاری که خودشون میکنن باعث میشه که یه تیمی که این هم زحمت کشیده با هر مشکلی چه روحی چه غیره داره دست و پنجه نرم میکنه، خودشون اشتباه میکنن و خودشون باعث میشه اون تیم 3-0 ببازه. بازی به هر تبریک حال میگم به خیبر و آقای بهاروند واقعا که همیشه گل میکاره. آره دیگه به هر حال با هر داماش چه هیزم تری به این آدم فروخته. هر نفوذ داره استفاده میکنه دیگه. نفوذ شاید ما هم اگر نفوذ داشتیم استفاده میکردیم. تبریک میگیم به مردم لرستان که به هر حال چنین افرادی اونجا دارن که میتونن از نفوذشون برای کسب نتیجه استفاده کنن. یه تبریک هم بگیم به گزارشگر بازی که رفت توی پاشش 10 دقیقه بیشتر نتونست گزارش کنه تا باشه از این کار نکنه. اون 300 تومن احتمالاً یک سومش رو بگیره، چون پول گزارشگری 300 تومنه هر بازی آره این فصل در واقع چیزی که هست. ولی خب یه 30,000 تا میتونیم بهشون کارت به کارت کنیم ما هم آره. که ما حاضریم 2 برابرش. خلاصه اینجوری بذار نظرات دوستان. آره دوستان بازی نیمه تموم موند، زمین رو ترک کردن، داور همه از زمین ترک کردن و داماشه احتمالاً به زودی باید برگردن. این تو این 10 دقیقه هم بازی اون چنان اتفاق خاصی نیفتاد، توی وسط زمین در جریان بود و ما یه حمله کردیم و بیچاره زاهد تبارم انگار شانس باشه نیست که مثلا زمان زیادی بازی کنه، این بارم فیکس بود. میتونست یه حرکت مثبت هم داشته باشه. آره دیگه عملاً یه پنالتی داشت میگرفت دیگه برای تیم و این اتفاق افتاد. در کامنت های دوستان میخوام احتمالاً خیلی هم عصبانی باشن دوستان همگی، ببینیم چی می‌نویسن. دوستان میفرمایند که رضا نیکی میفرماید که بلیت فروش انزلیچی درست گفته بود. بله بله تایید منم تایید. می‌کنم. بله. جالبه سقوط به نظر شما قطعیه؟ نه چرا سقوط؟ نه هنوز نه بابا تازه هفته باز 30 تا بازی داریم تقریبا. حالا تقریبا که نه دیگه، دقیقاً 30 تا بازی داریم. یه شاید خیلی ندونن، به واسطه ما یه دوستی داریم در واقع که خیلی از نزدیکای آقای احمدزاده است. بله. ماجرای بلیت فروشی، حالا دیگه اه. داستان تعریف میکنیم بریم تا آخرش. میدونی که بعد اون پخش شد، صدا سیما پخش کرد، مثل اینکه این بنده خدا رو بلیت فروش رو یکی دو روز میبرن توی آره بازار. آره حالا وارد جزئیاتش نشیم. آره. آره بعد اینو میبرن بیرون، میان آقا میگه چی شد اومدی بیرون، میگه نگفته بودم فلان رو سر شد. کشمه. داستان اینم ادامه داستان که احتمالا خیلیاتون نشنید. این چقدر این پیرمرد هوشیار بوده. واقعا پیش هایی که آره انجام داده بود بی‌نظیر بود. یه بازیکن بیرون بود مثل اینکه بازی رو شروع کرده بود. حالا دوستان توی کامنت ها نوشتن اون صحنه گل که اگه همچین چیزی باشه اصلا دیگه خیلی عجیب غریبه واقعا. یعنی بعد جالب میدونی چیه، مثلا شبکه لرستان که اصلا قرار بود این بازی رو پخش کنه، نه اصلا زیرنویسی کرده آقا این بازی پخش نمیشه، نه گفته پخش میشه، یهو برخورد نه مجری آوردن که بگن چی شد، نه مثلا اون از بیرون رفتن بازیکن‌ها رو نشون دادن. باز قبول داری که دمشون گرم لیگ یکو پخش میکنن. نه آقا شاید ساعت پول باشه اونجا، واقعا هیچ خیلی برعکسه دیگه. میگم همه چی اون برعکسه، مثلا کل دنیا برای اینکه بازی رو پخش کنن رسانه‌شون میاد یه پولی. او خیبر خرم‌آباد یه دونه تیم فوتبال داره آره در بهترین حالت. مثلا گیلان همین الان حداقل 4-5 تا تیم تو سطح اول دوم و سوم داره واقعا. آره یعنی هر استانی باشه بیشترین میزان توجه به خود آقا میگه چه پتانسیلی چه موقعیتی که آقا من همه جوره بتونم
کیفیت زندگی رو توی اون استان بیشتر بکنه. ولی خب میلان که همیشه حالا به دوستانی که تازه به لایو ملحق شدن بگم که بازی نیمه تمام تموم شد شد. که رأی کمیته انضباطی احتمالاً باید بیاد و احتمالاً 3-0 میشه به سود خیبر بازی. حالا ادامه بازی ممکنه بدن، من نمیدونم، اگه بدن تازه اینا شرکت کنن نکنن، ولی بعیده. بازی احتمالاً 3-0 میشه به سود خیبر. درست. حالا اینکه چه بلایی سر اون داور ممکنه بیارن و یه بحث دیگه است، تا ممکنه جریمه بشه نشه رو نمیدونیم، ولی احتمالاً در بازی بهترین در حالت بهترین حالت ما رو بهش جریمه مثلا نمیکنه، محروم و آره جریمه دیگه، نمیکنه. بهش در واقع چی میکنن دیگه؟ نه خود ما رو میگم در بهترین حالت نه بازیمون که 3-0 میشه چی، یا حالا مثلا ما رو محروم شاید نکنه، جریمه نکنه فکر شاید. کنم جریمه مالی داره، چون فدراسیون نه آخه داره که قاعدتا باید داور آخه بازی رو به اون سمت برده، یه ذره شرایط داور متفاوت. سمت برد، جز اینکه شکایت و اینا میکنه، ولی خب تو قانون فوتبال اونجوری نیست که مثلا بگیم چون داور اشتباه کرد بازی باید بشه. یهو میگفتید زنگ میزدید نیایم دیگه. والا این هم نه خب آخه نمیرفتیم که اگه تکرار باز میشد که آره نه اصلا تیمو سقوط میدادن. این فرق داره خارج جریانش. آره دوستانم آره دارن میپرسن به ضرر ما میشه. آره بازی احتمالاً به ضرر ما میشه. 400 و خورده هم نفر اومدن بازی رو دیدن. دمشون گرم. همین الان 55 نفر هستن، صحبتی هم واقعا نداریم. یعنی اگه خبری هم داشت ما سعی می‌کردیم مثلا پوشش بدیم. جا داره که از رسانه‌های همکار باشگاه اف سی داماش تیفوسی هم تشکر کنیم که همین ویدیو ما رو منتشر کردن. ما هوادار به هر حال هواداریم فقط آره دیگه. و سیستم نکته خوبی اشاره کردی. آره یعنی سالهاست همه رفتن، فقط همین هواداره که مونده، هواداره که باقیه. باید هوای همو داشته باشیم. آره و اگر وضعیت مالک و نمیدونم مسئولین و حتی بازیکن و فنی اینا مشخصه، بازیکن میاد و میره، دقیقا همینجوریه. مسئولین مشخص وضعیتشون، مالکان که می‌بینیم وضعیتشون و اسم مشخصه. دقیقا. من صحبت دیگه ای ندارم. منم واقعیتش که صحبت دیگه ای نیست. آره همین، دمتون گرم که با ما اومدید، بودید. همراه ما آره بودید واقعا. یعنی تمام این هم دوست داشتیم دلگرمی حالا ما تو بارش اسپورت توی دوست داشتیم حداقل مثلا اگر داماش چه میدونم نتیجه نمیگیره حداقل یه بازی خوب ببینیم که اینجور نشد. به هر حال یعنی اصلا بازی برگزار نشد، یه حمله کردیم پنالتی رو داور نگرفت، اخراج نکرد، اونور بازیکنمون بیرون بود، بازی رو شروع کرد و گل خوردیم. مثلا یعنی داور تو 2 صحنه اشتباه داور باید خدافظی کنه مهم. واقعا دیگه نمیدونم مثلا چنین مگه میشه مثلا توی 30 ثانیه آدم این همه اشتباه 3 تا اشتباه کنه. یا حالا یه صحبتی هم که حالا همیشه مطرح می‌شد این بوده که داورا واقعا اون درآمدشون به اندازه کافی نیست و سر همین قضیه احتمال کی تو وسوسه مملکت درآمدش اونقدره که نه برای خود داورا نه میگم به نسبت میگم دیگه، مثلا تو فوتبال برای اون پول کلانی که میچرخه به درست یا غلط به اون نسبت گویا به داورا به صورت قانونی و مستقیم نمیرسه و اینجا گاری و نمیدونم دست فروش و همه چی هم اینجا میاد رد میشه. اینجا که ما هستیم مشکلاتی که ما همیشه داریم جدا از مشکلات اینترنت. امیدوارم بازی بعدی که توی خونه هست رو ما بتونیم اگر موقعیتش جور بود ما میریم. حتی عذر میخوام دریا بابال تو رشته. تو رشته که آره حتما پوشش میدیم. ما فکر کنم 2 تا بازی آخرمون 2 تا پشت سر هم میهمان هست. آره 2 تا بازی آخر میزبان هستیم تو نیم فصل بعدی. تو این نیم فصل آره مهمانیم. خلاصه کامنت دوستان چی گذاشتن؟ میگه آره در مورد بازیکن انتقاد کردن که لیگ 1 آدم اینطوری بازیکن نمیگیره. پرسیدن که چرا بازی رو ادامه ندادن، به خاطر درگیریایی که پیش اومد دیگه. آره یه توضیح اگه بدی پوریا در ماجرای درگیری یه دور دیگه توضیح بده آره که مال واقعیتش فکر کنم دقیقه 9 یا 10 بود. بذار پنالتی مثلا نشون بدیم. آره پنالتی هم نشون بدیم. داور یه پنالتی اخراج و صورت خیلی واضح، یعنی به این شکل الان حالا ببینید
به این شکل دفاعشون اشتباه میکنه، رضا زاهد تبار پیش میره و خطای کوروش واضح ملکی و اون تکلی که زد دیگه خیلی واضح بود، حتی فکر کنم از خود کوروش ملکی هم بپرسی قطعا حالا از یه زاویه دیگه هم البته اینو داریم. این دیگه خیلی واضح تره. البته اینم از اون یکی زاویه. نکنیم صحنه آهسته داریم پخش میکنیم. اصلا توپم نزد. نه اصلا توپ هم که ازش فاصله داشت و قطعا آخه نگاه کن جوری که تک زد قشنگ رفت واسه پا، یا پا رو بزنه یا حالا تو اینم بعد اتفاقیه که بعدش افتاد دیگه. حالا اینم اتفاق بعدشه که بازیکن و کادر رو همه چی بیرون این ور دارن صحبت میکنن و حمله کردن گل بزنن به همین راحتی. و یادآور یه خورده البته اون صحنه بازی ایران و ژاپن هم بود تا حدی. هر چی شده یه ذره بازیکن کادر فنیمون هم نباید. ما بیشتر دقت میکردن. خیلی خوب این ذات فوتبال تو ایران دیگه، یعنی اکثر بازیکن ایرانی اون احساسات همیشه غلبه کرده بس. آره. یاسین جان بله احتمال زیاد حالا باید بره توی فدراسیون این قضیه بررسی بشه، ولی احتمالا میشه 3-0 خیبر. آره حسین جان دقیقا خیلی مشخصه که پارا زدن. دوستانی که اینجا هستید اگر حالا این نکته رو هم نمیدونم جاش هست عرض کنم یا نه، یه لینکی من براتون گذاشتم، لینک حامی باش و کمک دونیت به وارش اسپورت. ما تصمیم داریم که یک پایه دوربینی تهیه کنیم که بازی خونگی رو با کیفیت بهتری بتونیم براتون بخشونیم. اگر در توانتون بود و از برنامه‌های ما راضی بودید و دوست داشتید، از این لینک میتونید استفاده کنید و کمک‌های خودتون رو به وارش اسپورت انجام بدید که ما این هزینه‌ها رو صرف سخت افزار بهتری می‌کنیم برای ارائه کارهای بهتر. لینک خب من سال‌هاست استریم‌های مختلف رو می‌بینم و اصلا از اون هوادارهای به قول معروف اوجی تویشم. من تقریبا هر شب من دارم می‌بینم یه چیز خب جا افتاده است تقریبا واقعیتش، اونم نه به خاطر اینکه بخوایم به مخاطب در واقع اون به ما مثلا ما خودمون رو مثال میزنیم که بخوان کمک بکنن، ما تمام تلاشمون اینه که کیفیتمون رو ببریم بالاتر. هزینه هم فکر می‌کنم چند جال اشاره کرده بودی، ما همین امسال فکر بالغ بر 100 تومن هزینه کردیم آره دیگه. بیش از 100 میلیون هزینه آره ما کردیم. 100 میلیون امسال هزینه کردیم برای سخت افزارمون، ارتقای سخت افزارمون بیش از 100 میلیون، 120 تومن فکر کنم تقریبا شد. دقیقاً 100. البته الان که حالا با اون جری میکروفونه بیشتر هم شد، ولی در حال این کمک های شما خب ما میتونه هممون در کنار این علاقه‌ای که به کار خبرنگاری داریم خب شغل اصلی رو داریم و واقعیتش با اون تونستیم این کارا رو انجام آره. بدیم. با حالا وارد جزئیاتش نمیشم یکی از دوستان نوشتن به قول دورچی داور. خب البته بابای دورچی هم اون بالا رشتیه. نظر رشت. خب در مورد آره دونیت یه چیز واقعا کمک کننده برای بیشتر اون حس کیفیت. همدلیه بعد آره جدا از اون، وگرنه که مبلغی خب نگاه کن ما طبیعتا الان میدونیم جمع من میشه. حداقل فکر کنم مثلا 92 از تو وارش که من از و خودم خیلی دونیت میکنم جای مختلف حقیقتا، یعنی من اون دونیت های خودم اگه سر وارش میگردم خودش عددی بود. نمیخوام اینو بگم که ما مثلا به خاطر بحث مالی واقعیتش تو وارش نیستیم، یعنی اینو هممون نشون دادیم به نظر خودم حداقل. نه ما اصلا هیچ کدوم از رسانه ها و هواداری آره با شک واقعا نیستن، نه فقط ما. همه دقیقا من چون دیگه آره. بیشتر در مورد خودمون داریم صحبت میکنیم من اینو میگم خودم. آره قطعا بچه ها از تیفوسیا گرفته اف سی داماش گرفته و همه، چون خب واقعیتش اون بحث مالی اصلا نیست توی همچین بازار فوتبالی که ما داریم دنبالش میکنیم و همین. میخوام بگم که ما الان نزدیک 11 سال 10 سال به عنوان کسی که کمک میکنه به وارش اسپورت یه مقدار هستم و خب از تقریبا 6 7 ماه بعد تولد وارش اسپورت هم باهاش هستم، حالا اول به عنوان کاربر بعد کم کم به عنوان عکاس به کمک دوستان. یکی حالا عذرخواهی میکنم بین کلام دیگه از دوستان نوشته که چرا همه میگن داور چرا اینطوری کرد، خب کادر ما هم نباید میریخت تو زمین. به هر حال اون درگیری که پیش اومد
نمیدونم آخه یه ذره میدونی چیه حسین جان، یه ذره اقتضای فوتبال ایران هم همین هست، یعنی یا خب من به آسان خیلی سلام عرض میکنم. کاربر اکتیو اونه آره قطعا. اتفاقا دمش هم گرم. اتفاقا قبل شروع بشه گفتم آقا این همینجا هستمش گرم. آره خیلی حمایتش واقعا دلگرم کننده است. میگم که خب واقعیتش تو وقتی تو جایگاهی میبینی تو فوتبال ایران که همه بلاها رو سرت میارن، تو واقعیتش تنها راهی که میمونه همینه. یعنی تو نمیتونی کار دیگه ای بکنی. این شرایط رو به وجود آوردن، یعنی ما به صورت ناخواسته این اتفاق میفته. اگه وی آر بود این میرفت در واقع صحنه ویدیو چک، خب مشخصا بالای 100% پنالتی بود. یعنی من نمیدونم باز همون بحث تنها نبود امکانات هم هست آره دیگه. دیگه، یعنی این فوتبال هیچ چیش با هیچ چیزیش چفت نیست که حالا ما بخوایم اخلاق مدارانه تر بریم جلو. علی رهبر یا هم اشکان رهبر هم که امروز پیش ما ما جاش نیست، گرفتیم آره به عنوان یک کچل دیگه. کامنت گذاشته علی که سال 96 هم بازی با شهرداری کاشان یه چنین اتفاقی افتاده بود و گویا این یه شگرد شده برای بعضی از تیم‌ها که بازی رو به جنجال بکشن و بازی نیمه کاره تموم بشه و میگه که این بازی هم احتمال داره که به همین شکل بود باشه، یعنی اصلا یه چیز از پیش تعریف شده باشه، جز تاکتیک تیمشون چیزی باشه. که من از خیبر واقعا آره سراغ دارم هیچی از این تیم بعید نیست. ما هیچ مشکلی من شخصا نه با لورای عزیزمون دارم، نه 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 من واقعا این من دوست لورم خیلی دارم واقعا تو سربازی اینا هنوز در ارتباطیم اتفاقا با هم. ولی نمیدونم واقعا چه اینجوری شد. اه، آره قطعا تموم شده است. ما حالا یک گروه رسانه‌ای هم داریم که مدیر رسانه‌ای تیم هم اونجا هست و اعلام کردن که قطعا تموم شده و کاریه که شده. اصلا خیلی اصلا روز بدی بود دیگه، یعنی شروع هم داشتیم می‌کردیم. حالا اگه یه به نتایج حالم یه سر بزنیم ببینیم. یه سری بازیاشون البته دیروز بود که آره اکثرشون هم مساوی شدن. دقیقا. خب چیزی که حالا ما این کم شاید بهتره نگیم مثلا آره اتفاقی افتاده چون خب بار حقوقی دارن، حقوقی داره. یه افرادی هم به هر حال بودن اونجا. آره یه افرادی هم به داور چای با داور مثل اینکه چای خوردن. آره در اون زمانی که داور داشته چای آه، می‌خورد یک سری افراد هم اونجا بودن. باشون شیرینی خوردن. تا دقیقه 90 چادر ملو 2-1 از آریو اسلامشهر جلوه. تا دقیقه 53 فجر با نفت و گاز گچساران 0-0. پایان نیمه اول دریای بابل با نفت مشهد سلیمان 1-1. مس و سایپا که احتمالاً مهمترین بازی هفته هم باشه 0-0. بازی آبپوشان و ملاسانی و پارس جمع ساعت 6:07 حدود 1 ربع دیگه شروع میشه. مداد جان مسئله بازی نکردن ما نیست، داور بازی رو متوقف کرد و ادامه نداد. داور در واقع بازی ما تیم رو نکرد. بیرون ما تیم نکشیدیم. بیرون آره نکشید. این سوء تفاهم نشه وقت. یکی از دوستانم میگه یه نفر باید میرفت داور رو میزد، کل تیم نیاز نبود برن وسط بزن. آقا از کباب در رفتیم دیگه خلاصه. آره حالا فعلا صحیح شد. البته با سه چون پتانسیلی که اونا دارن امکان 6-0 شدن بازی بازی هم که لغو شده آره یا باشه. می‌بینی. آره میتونن این کارم بکنن. شما خیلی امروز اشاره کردیم، شاید خیلی ندونن که چه قدرت بزرگی پشت این تیم خیبره که میتونن حتی این همه فشار حتی به تیم‌های مثل بازم میگم سپاهان و بازم مس جا داره من تبریک میگم به مردم خرم‌آباد که همچین پتانسیل که همچین پتانسیلایی دارن، که همچین افرادی رو دارن و آفرین به اون افراد، مردمی که دارن که دلسوزی تیمشون رو میکنن، واقعا جالب. جای تبریک داره. خب از خبرنگار گرفته تا حالا مثلا کادرشون تا داورشون، حالا تا اون تو فدراسیونشون، همشون با هم یه هدف دارن که موفقیت تیمشونه، واقعا جای تبریک داره. با
از صمیم قلب میگم این قضیه رو. متشکرم. واقعا آفرین بهشون. آره. یعنی این جای خالی یک ای کاش گیلان هم این شکلی بود. دوستان همینجوری دارن کامنت میذارن، من واقعا دلم نمیاد این لایو رو ببندیم، ولی چاره ای نیست، یعنی واقعا کاری هم نداریم که انجام بدیم. لایو رو دیگه کم کم ببندیم. یک ساعت و 12 دقیقه هم از لایو گذشته. من صحبتی ندارم پوری، اگر صحبتی من داری واقعا تو. صحبتی ندارم، فقط میتونم بگم دم کسایی که حدود همین 1 ساعت و ربع همراه ما بودن گرم، واقعا 503 نفر بود. دمشون گرم. 503 نفر همراه ما بودن و نزدیک 40-50 نفر هم دارن الان ما رو مستقیم میبینن. من اولین بوده احتمالاً، نمیگم 100% احتمال زیاد آخرین بارم هست با غیبت علی هاشمی و علی رهبر. من دیگه بعد جای تو دیگه بیای اگه قرار باشه 3-0 بشه نیایی من بهتره. نمیام. آره. من قول میدم که نه. چون سر اومدن منم خیلی شرطای سنگین بود. خیلی خوب. این بود از 10 دقیقه از بازی و حواشی که تو همون 10 دقیقه پیش اومد. من هر هفته همین رو میگم، همیشه دوست دارم بگم امیدوارم از دیدن این بازی لذت برده باشید، ولی بعد با خودم میگم چه لذتی هوادارا از چنین بازی بردن. در نتیجه حرفمو میخورم و صرفا میتونم آرزو کنم که در بازی‌های بعدی، در بازی با دریای بابال، در بازی با شهرداری آستارا و بازی‌های بعدی شاهد بهترین اتفاقها برای دانش باشیم. حتما نمیشه. فعلا خداحافظ.